سلام، اینجا چیزگپه. امروز تو قسمت اول چیزگپ دو تا از جوانای باحال و بانمک و البته حرفه‌ای مهمونمون هستن. شاید خیلیاتون میشناسیدشون یا ویدیوهاشون رو دیدید. گفتگو سوال جوابمون که سر جاشه، ولی یه سری آیتم و سورپرایز دیگه هم براشون داریم. سلام. سلام روحام، خوبی؟ چاکرم. نه آرام، نه روحام. هر چی دوست داری روحام. شما اول خودتو معرفی کن. من امیر محمد قراچه، ملقب به افرومنجیج. افرومنجیج. الان دوربین من کدومه؟ تیکتم دوزیدم. با هر کدوم که دوست داری صحبت کن. افرومنجیج، ملقب به افرومنجیج. اسمم امیر محمد قراچه است. چاکر شما. مرداد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه رفقای عزیز که دارن این برنامه رو می‌بینن. بنده مهداد حلبی هستم در خدمت شما. چکه. خب یه سری سوالای ساده و ابتدایی رو در واقع که خیلی دوست دارم بدونن ازتون میپرسم. اول امیر چند سالته؟ من متولد 73 21 سالمه. 21 سالته. تو چند سالته؟ من متولد 70 24 سال. 70 24 سالته. چه ماهی هستی؟ مرداد. تو چی؟ من فروردینم. فروردین. اوکی. خب کجایی هستین بچه‌ها؟ من صادر از اهواز. اهوازی هستی؟ بله اهوازی‌ام. خب همین دیگه اهوازی هم دیگه کجای اهواز؟ پردیس بودیم ما، پردیس دواره. پردیس دو. تو چی؟ من زنجان هستم دیگه. بچه زنجانی؟ چکه. اوکی، وضعیت تأهلتون هم بگید بچه. خیلی ما متعهد نیستیم. متعهد نیستی یا متأهل نیستی؟ چون خیلی متأهلن متعهد نیستن. متعهد نیست. نه خب مجردم. من مجرد نیستم. خب سربازی رفتین بچه؟ من آره 3 سال پیش تقریبا معاف شدم. معاف شدی؟ ولی چه معاف شدی؟ من پدرم فوت کرده، کفالت گرفتم. آخه خدا بیامرزتشون. بچه‌ها یه فاتحه بخونید برای بچه. الله. خب شما چی؟ من که معاف شدم. تو برای چی؟ من که چه خوشی. پس معافیت خوشتیپی هم داریم. اوکی. یکم از وضعیت تحصیلیتون هم بگید. درس میخونید نمیخونید چیکار میکنید؟ من بگم اول؟ بگو. من الان ترم 3 دارم زبان میخونم، مترجمی میخونم. دانشگاه آزاد. کجا؟ کرج. دانشگاه آزاد کرج. خب همین دیگه دارم مترجمی میخونم همینجا دارم. ترم 3 ترم 3 رتبه کنکور چند بود؟ کنکور ندادم، من بدون کنکور رفتم. همینطوری. آره. همینطوری. شما چی؟ بندم که دارم آیتی میخونم. آیتی؟ نمیدونم، فقط میدونم که 2 ترم مونده که تمام کنم. 2 ترم مونده؟ آره یکی 2 ترم مونده. کجا؟ دانشگاه زنجان؟ زنجان میخونم. اوکی. خب من دیگه سوالای اینم حالا یه 2 تا سوال دیگه هم ازتون بپرسم. افرومن چرا افرومن؟ افرومن اون دوربین من این مدل رو بهش میگن افرو. تقریبا این کرلی افرو یعنی فرفری هم توش هست. خب ولی خب افرومن مردم یعنی منم یعنی مرد. افرومن کسی که افرو داره. جی اچ هم مخفف فامیلمه که قراچه است. افرومن جی اچ. خوبه. مهرداد تو چی؟ مهرداد ملقب به ریل مهرداده که اینستاگرامش هم همون ریل آندرلاین مهرداده فکر میکنم. تو هم بگو برای چی؟ خب ریل همونجوری که میدونید معنیش معنی لغتش واقعیه و من واقعا مهرداد هستی؟ نه واقعا نه. اون اولش بابت اینه که واقعیت‌های زندگی رو دارم به تصویر میکشم و هم یه بحثش هم برمیگرده که به تیم رئال مادرید رالی هستی پس؟ تو هم رالی؟ من طرفدار هیچ تیمی نیستم. طرفدار هیچ تیمی نیستی؟ ایرانی خارجی؟ بسکتبال؟ لیکرز. اوکی. شاید خیلیاتون میدونید که بچه‌هایی که اینجان امیر و مهرداد چیکار میکنن اغلب وقتا یا برای چی ما میشناسیمشون بهتره بگیم و برای چی اینجان. به ایشونا میگن واینر در واقع که حالا من یکم راجع به این که واین چیه یا در واقع دقیقاً واین چیه و چه معنیه یکم پرگویی کنم. واین توی خارج از ایران به ویدیو با واین با وی ها توی خارج از ایران به ویدیوهایی میگن که خیلی کوتاهه با درونمایه طنز که حتی توی خارج از ایران محدودیت 6 ثانیه‌ای داره که میاد یه نقدی رو نسبت به یه مشکلی یا نسبت به یه موضوعی توی یه ویدیو خیلی کوتاه و خنده‌دار میکنه، یه نقدی میکنه. هدفش خنده است در واقع. هدفش که خنده فکر کنم هدف دومش باشه. هدف اولش احتمالاً رسوندن یه مطلبیه یا اعتراض به یه نوع انسان‌هایی، مثلا اعتراض به یه رفتاری، اعتراض به یه اتفاقی. یه چیزی بگم من روحی. خواهش
هدف اصلیش خندوندن واین. شما تا یکی رو نخندونی عمرن اون چیزی یاد نمیگیره. شما واین که درست میکنی یه هدف داری تو واین که مثلا آقا فلان چیزو نکن، میدونی؟ بعد اینو باید با واین یعنی باید با خندوندن به طرفی که تا بره تو ذهنش به نظر من. خب قطعا آره دیگه، به هر حال همینش خوبه دیگه که با خنده میره تو ذهن بقیه. خب حالا که شاید خیلی‌ها نمیدونستن واین چیه، ما گفتیم واین چیه و بچه‌ها دارن واین میسازن، یکم سوالایی راجع به این که خودشون چه جوری واین میسازن و اینا ازشون میپرسم. از کی شروع کردی امیر؟ من دبیرستان بودم، دبیرستان نه، دوم راهنمایی بودم. یه گوشی E250 داشتم، سامسونگ بود، اینجوری می‌زدمش بالا، این کشویا بود. خب بعد تو مدرسه همش دستم بود، با این همیشه فیلم می‌گرفتم. گیر نمیدادم به؟ چرا؟ خب همیشه من در دفتر بودم، امیر اونجاست، امیر درسته یا نه؟ همیشه به من گیر میدادن، همیشه در دفتر منو می‌زدن، مدیرمون می‌زد، معلم می‌زد، خدا می‌زد، همه می‌زدن خلاصه. خب بعدش دیگه کم کم دیگه چه می‌دونم، ویدیوهای اولین بار فکر کنم ویدیوهای کینگ بچ رو دیدم، بعدش شروع کردم ساختن. آره کینگ بچ دیگه الان دیگه شو خودشو داره داخل فاکس دیگه شو خودشو داره. آره دیگه بعد دیگه اینجوری کم کم دیگه شروع شد. آها، پس یعنی از همون موقعی که واین میساختی میدونستی واین چیه و با آگاهی داشتی واین میساختی، یا نه صرفا ویدیو ضبط می‌کردی و بعداً فهمیدی که این واقعا یه چیزیه که سازماندهی شده خارج از ایران، مثلا چون نرم افزار خاص خودش رو داره؟ خب توی اینستاگرام وقتی که از همون اول شروع کردم ساختن میدونستم واین چیه. وایناشونو میدم، ولی خب اول حالت سلفی میگرفتیم اینجوری میگرفت، ولی الان داره فرفی‌تر میشه، داریم فیلم برداری میکنیم، یعنی کارمون داره شکل و قیافه میگیره یه جورایی. آره یعنی هر روز داری نزدیک‌تر میشی به اون اصلی که به اصول واین داری نزدیک‌تر. نه اصول واین داریم الان دیگه، پیدا کردیم دیگه. قبلا آره دیگه پیدا کردیم دیگه. تو هم بگو میرفت از کی شروع کردی؟ میدونستی واین چیه و شروع کردی؟ چجوری بود؟ بله من موقعی که چشم به جهان گشودم دوربین اومدم و در یک خانواده که هنرمند بودن چشم به جهان گشودم. مذهبی نبودن در خانواده من. از اونجا شد که من واین ساختن اصلا تو خونم بود و فهمیدم که باید یک هنرمندی بشم. زاده شدی برای واین ساختن؟ بله که اطرافیانم، عزیزانم و رفقا رو بخندونم و همینم یک محبتی بود که خدا در وجود ما قرار داد. ما میتونیم در خدمت شما باشیم و باعث و علت خنده های خب پس یعنی از همون اول آگاهانه داشتی واین میساختی، میدونستی که اینا واینه که داری میسازی؟ بله من از همون اول که اولین کلیپم و اولین ویدیویی که قرار دادم به این نیابت بود که فقط باعث خنده بشه، یعنی کاری نبودم که کار من در قالب و اصولی خاص بخواد انجام بشه و فقط بحثم خندیدن بود و خدا رو شکر حالا تا اینجای کار بعد پیش نرفته و امیدوارم که طرفدارات که راضی ام. امیدوارم که راضی باشن. من هر کاری پر از ویتامینه. آره. خب حالا یه ایده هاتون از کجا میارین؟ از اینجا و امیدین اون پشت. بعضی موقع مثلا امیر هم با ماست. آره امیر میاد تو آیتم‌های بعدی، ولی اینجا فعلا با دوستانمون هستیم. خب ایده‌هامونو از ذهن و دوست و بعضی موقع من اون ایده میگیریم. مثلا بعد بگم مثلا داریم راه میریم، اون بار دیروز داشتیم راه میرفتیم فلان صحنه رو دیدیم دقیقاً درجه ایده‌اش کردیم. با مرداد تو را 3 تا ایده در آوردیم ما. درسته مرداد؟ بله. یه واین هم همین بیرون گرفتیم، حالا امروز می‌بینیم. البته خب معلوم نیست این برنامه کی پخشه، ولی خب می‌بینیش بالاخره. بعد از احتمالاً از ایده‌های خارجی یعنی مثلا ریواین کنیم اونا رو، مثلا آره دوباره به صورت فارسی بسازید، چون خیلی‌هاشون ایده‌هاشون واقعا خوبه و همه ایده‌هاشون خوبه، ولی خب این که صحنه به صحنه بسازی اسکی رفتن میشه. نه ایده‌شو فقط صرفا اینکه نوع ساختنش ایده‌شو شده بگیری ازش. مرداد تو چی؟ من سعی می‌کنم که ایده از خودم باشه، یعنی که بیشتر سعی می‌کنم که محیط و اطرافیانم ببینم و اتفاقاتی که به صورت واقعیت. البته من یه خود اغراق توی کلیپام ویدیوام دارم و این البته سبک کار منه. نه بله سبک کار منه، ولی سعی می‌کنم بیشتر اطرافیانم ببینم و مثلا هستا می‌بینید که یه جای دیگه شاید احتمال داره که من ندونم ساخته باشن یا اینکه مثلا جوکی ازش اومده باشه بیرون. ولی بیشتر سعی ولی خب یعنی ممکنه که این کاری که ما کرده باشیم مثلا قبلا جوکش اومده باشه بیرون یا اینکه مثلا کسی ساخته باشه و ما ندیده باشیم. و چون یه واقعیت دیگه، اون کسی که اومده این کارو انجام داد بر اساس این واقعیت اومده، ما بر اساس واقعیت داریم اینجا. بله.
خب یه سوالی که خیلی ازتون پرسیدم، من جدی می‌پرسم، بیکاری؟ نه بیکاری دارم ویدیو می‌سازی؟ نه بابا. بله دیگه بیکاری. آینده داره. نه یعنی حالا پس بیکار نیستی؟ نه اصلا من واقعا واین ساختن الان کار خودم میدونم. خدا با افتخار میگم. پس حالا درآمدم داری؟ درآمد اونم به زودی ان شاء الله. خدا بزرگه. قرار شده که درآمد به زودی خیلی به زودی. تا الان درآمدی از روی واین ساختن چرا داشتیم؟ داشتی واین ساختن. تو چی بیکاری؟ اصلا که اگه خندوندن بهشت جان تو. اگه خندوندن آره، اگه بیکاری باشه خب آره بیکاریم و از این بیکاری هم لذت میبریم. یه بیکاری پرکاره. یعنی هدفت فقط خندوندن؟ من هدفم فقط خندوندن. حالا اگه به جایم برسیم نرسیم هم که دیگه تا الان درآمدی داشتی از طریق خیر من هیچ درآمدی زیاد ندارم. الان واین بیرون درست کردیم نگرفتین از من 500 تومن. چیز دیگه بذار داره چیز می‌کنه. دارم خودم میگیرم. چقدر وقت میگیره این کار ازتون؟ حالا تو هفته توی بازی که دوست دارید، مثلا بازی که براتون قابل محاسبه است بگید. مرداد بگو اول بعد من میگم. خب بعضی کارا رو که مثلا اگه عوامل باشه و به کلا شرایط کاملا جور باشه معمولا 1 ساعت، حالا با تدوین ایناش هم هست کاراش، حالا که تو صدا اینا مشکل نباشه 1 ساعت 2 ساعت اینا میتونیم. ولی بعضی عوامل رو که میاریم مثل بخوایم کار با کودک‌ها داشته باشیم سینا رو میگی؟ آره ممکنه بخوایم یه جمله رو بگیم که بگه 4 ساعت. بعضی کارامون البته نه اینکه مثلا بعضی کارامون چند تا لوکیشن داره با چند جای مختلف بریم، ممکنه 4 ساعت 5 ساعت وقتمون بذاریم روش. بگو بعد بستنی خرید سینا بخوای صدا گذاری کنیم مجدد اگه صدا خوب نباشه یا اینکه ساختش بیشتر شده که چه تدوینش؟ والا برابره تقریبا برابر. تو چقدر وقت ازت میگیره؟ ما اینجوری کار میکنیم، سری میزنیم درست میکنیم. مثلا شده تو یه روز 10 تا واین هم درست کردیم. شده درست کردیم ولی واسه جاییا. واسه جاییا مثلا دوستا همه رو گفتیم، مثلا مرتضی رو گفتیم بیاد، فلانی رو گفتیم بیاد، 10 تا واین رو تو یه روز جمع کردیم. ولی خب خدایی وقت میبره. یعنی اینجوری نیست که بگی نه یارو جلو دونی، نه واقعا وقت میبره. چون میدی بیشتر از چی یعنی چی بیشتر از همه وقت میبره؟ این هماهنگ کردن بچه‌ها خیلی وقت میبره. میدونی؟ یعنی خود تنهایی بخوای بگیری قطعا خیلی سری میگیرم. سری فقط تدوینش دیگه کوچولو بستگی به کلیپ داره. خب پس حالا یه سوالم، کلا با چه تجهیزاتتون چیه؟ با چه نرم افزاری کار می‌کنی؟ یه گوشی، یه 2 مایه سپایه به ما اضافه شده، همین. هیچ چیز دیگه با چه نرم افزاری برای تدوین؟ کورل ویدیو استودیو. کورل؟ آره. تو گوشی چی؟ تو گوشی با اینستاشات زیرنویس و اینا رو می‌ذاریم. بعدش آره با گوشی زیاد ادیت نمی‌کنم من، فقط واسه زیرنویس و اون تقریبا فریمشو درآوردن با اینستاشات درست می‌کنم. تو چی؟ خب منم تقریبا مشابه هستیم و البته جدیدن یه دوربینی هم گرفتم، دوربین خانگی. به به. حالا بله سلامت باشید. خواهش می‌کنم. مبارک باشه. یه دوربین خانگی رو که با کار تدوین و ادیت فیلمم که با پاور دایرکت چند چی گرفتی؟ گرفتن دیگه. مبلغ که رو نمیشه. بعد سونی گرفتم PJ 410. تقریبا فکر می‌کنم یکو 400 انداختم. بله 400 مظلوم دیگه. نه بعد کارم که معمولا با ادوبی پریمیر یا پاور دایرکتور کاربرش راحت‌تره اون استفاده می‌کنم. بعد رو گوشی چی؟ نه رو گوشی کار نمی‌کنم. کار تدوین یه معمولا مانیتور خوبی می‌خواد که بشینی پشت سرش همه جزئیاتو ببین. آره. خب بقیه هم میتونن واین بسازن؟ میتونم واقعا. الان توی مثلا آمریکا دیگه واین تو آمریکا خیلی دیگه چیز شد دیگه، واقعا منفجر کرد دیگه. الان هر کسی گوشی گرفته دستش میسازه ولی خیلیاشون معروف نمیشن. هر کسی میتونه بسازه. ایران خودمون همین الانش اون موقعی که ما میساختیم اگه میساختیم میگفتن اینستاگرام داری کلیپ میذاری تو احمقی. آره ولی الان دقیقاً همه دارن میسازن. بعد به اسم داب اسمش هم میدونن که اصلا اسمش این نیست. همه میگن مثلا این داب اسمشت خیلی خوبه داداش. میدونی خب دیگه جا افتاده بعد. آره دیگه داب اسمش خب یه نرم افزاره که کارش چیز دیگه است. آره صدا گذاری و داب اون. توش فکر می‌کنی بقیه هم میتونن واین بسازن؟ چرا که نه، هر کسی که استعداد خندوندن داشته باشه میتونه واین بسازه، ولو که یک نفر باشه، اون یه نفرم که خودش بود. یه نفرم دیگه ریال نه یه نفرم که منظورم از اطرافیان خودش باشه، بتونه بخندونه و قدرت نداره. خصوصی هم کلاس میذاری برای آموزش؟ خیلی من شاگردی بلی میکنم، اگر شاگردی پذیرم من شاگردی میکنم. خب بریم یه سری سوالای خصوصی ازشون بپرسیم، یه ذره خصوصی تر یا
یه سوالایی که جدا جدا به هر کدومشون ربط داره میخوام ازشون بپرسم. افرام شراره کیه؟ شراره داستان داریم واسه این خیلی سواله که شراره کیه، تو خونه بالا جا میمونه. آره میمونه. دید میزنید شراره رو بالا دیوار. امیر شراره رو بالا دیوار دید میزنه. آره اوه شراره. داستان داریم واسش کم کم. الان بگید ما اینجا نشستیم شراره اول اتفاقا از خود همین مرداد شروع شد. مرداد داخل یکی از کلیپا درست کرده بودیم قضیه خیانته، یادته؟ قضیه خیانته که زنگ می‌زنه میگه کجاست. آره شراره اونجا شروع شد، بعدش دیگه ما دیگه بهش پروبال دادیم و اینا دیگه الان واقعا شدی شخصیت دیگه. خیلی مثلا میدونم میگه شراره کیه، شراره مثلا من تو خیابون رفتم یارو میاد میگه شراره کجاست، میدونی؟ یعنی یه بار مرداد همینطوری یه اسمی گفت و اینو داستان کرد. آره دقیقاً. اولین بار مرداد گفت اسم شراره رو. داخل اولین کلیپ که همونجا بود که زنگ زدی اسمی گفتی شراره. آره یادت مرداد؟ آره نه یادم نیست. زنگ زد گفت کجایی، گفت زنگشو بده ما پخش کنیم. باش. خب یه دسته سوال راجع به موهات دارم. بله بفرمایید. جریان موهات چیه؟ چرا بلنده؟ از کی بلند شده؟ من معافیمو که گرفتن گفتن باید بری گفتن باید آموزشی رو بری. من موام تقریبا نصف این بود اون موقع. زدم، بعدش گفتن دوباره یه چیز ترفند جدید داری؟ از کچلی دارم ولی متاسفم. حالا اگه تونستین ازش آره بعدا اینجوری نشه شده. موامم گفت چقدر گذاشتم بلند بشه اینجوری بشه؟ آره از کی بلند شد و چرا بلند کردی موهاتو؟ خب 2 ساله، ولی خب دوست دارم خودم، میدونی دوست ندارم توی چش باشم، ولی خب دوست دارم اینجوری باشم واقعا. یعنی ادا در نمیارم، این منم. حس می‌کنی رو کار تاثیر داره؟ آره چرا نشه؟ آره داره. یعنی خب ملت بیشتر خوششون میاد به نظرش با نمک داری دیگه. میگن آره یارو مثلا خواستاره. بچه خوشگله. چه شامپویی استفاده میکنی؟ شامپوی اوه؟ شامپو هر شامپویی اصلا اینجوری نیست. فقط میخوام بگم واسه اونایی که دوست دارن. آره ملت پرسیدن که دارم ازت میپرسم. ملت فرفری وقتی گیر کرد خب برید همون نرم کننده بزنید هفته‌ای 2 بار. گیر نمیکنه. درست میشه. بعدش سرم کریستال هم خیلی خوبه. 2 هفته یه بار. سرم کریستال هم 2 هفته یه بار. بعد من میدم مامانم شروع میکنه حقیقتش. به خدا قشنگ میدم مامانم شروع میکنه. چه نرم کننده استفاده میکنی؟ نرم کننده استفاده میکنی نرم کننده؟ آره 2 هفته یه بار. فرق نمیکنه هر چیزی که نرم کنه استفاده میکنه اصلا. آره چه صابونی استفاده میکنی؟ واسه موها کلا دیگه حالا بس هر چی. آها صابون گلنار صابون که استفاده میکنی حالا چه جوری موهاتو میشوری افرو؟ اینجوری. اینطوری میشوری؟ آره. اینطوری نمیشوری؟ نه اینجوری. بعد گره نمیخوره چون تا جایی که من چرا دیگه گره میخوره؟ الان ببینید این بیرون نمیاد. این همش گره است خب، ولی خب بعدن که نرم کننده بزنید بعدش راحت باز میشه. بعد یه سوال خیلی جدی. فرض کن یکی از کارگردان‌های خیلی بزرگ اومده داره میپرسه که اگر تو موهاتو کوتاه کنی من تو این فیلمم رات میدم. یعنی خیلی هم بزرگه، یعنی قشنگ فیلم قشنگ میتونه بره نامزد شه برای خیلی از جایزه، چون سیمرغ بگیره فلان، و نقشت هم نقش خوبیه و دیالوگ داری یه عالمه تو فیلم، مثلا چون اصلا نقش مکمل مردی فلان، ولی میگه باید موهاتو کوتاه کنی من با این مو نمیتونم بپذیرمت، ولی میگه تو استعدادشو داری، اصلا ساخته شدی برای این نقش. پس کن رضا عطاران بیاد بهت بگه نمی خیلی سخت شد. خب آقا نه چرا؟ یه چیز یادگاریه دیگه، دستت در نکن. نه فهمیدم من جیزی شد. گفتم این برنامه داریم میدونستم میدونستم کنی بارا انا خدا پنچه بارا تو اسمیدم داشتم فکر میکنم گفتم زد یه لحظه آخه برد دیگه. آره اشکال نه، ببین ما میتونیم بفروشیم ما به طرف داره، نمیدونی که داشتی میگفتی میزنی یا نه؟ نه نمیزنی؟ فیلم میره سیمرغ میگیره دوباره موهاتو بلند میشه. خدایی نمیدونم آقا من الان دارم میگم بیا تو فیلمم بازی کن دیگه. احتمال خیلی 50-50 نمیدونم. اینقدر برات مهمه؟ نه مهم نیست، دوست دارم این قیافه خودمو دوست دارم. خودم بیشتر از همه خودم این قیافه خودمو دوست دارم. اصلا از خود راضی نیستم، ولی خب یعنی اصلی ترین رکن قیافتو الان موهات میدونی. تکمیل میشه. ببین با موهای من اصلا این شخصیت تکمیل میشه به نظر من. اصلا افرو من میدونی؟ بله افرو. آره اونجوری بزنم میشه بالد من بعدش. بالد من.
آره مرد کچل هم نمود خوبی نه. اصلا مرداد خوبی؟ قربون شما. سلامت بشه. آقا چرا تا الان تو کلیپات دختر نبوده؟ خب نبوده دیگه. خب سواله دیگه چرا نه؟ شما دختر بیارن تو کلیپ هم بازی میدم. چی یعنی دختر نیست که بیاد؟ نه چرا هست ولی فعلا فرد ایدئال دنبال فرد ایدئال. فرد ایدئال ازدواج آخه مگه؟ نه خب من برای واسه کارم یه کسی که اون شخصیتی که و کارو بلد باشه. اون شخصیتی که مد نظرم هست رو مثلا با اون ظاهری که داره ظاهرم آره اون لفظی که داره که میتونه صحبت کنه. خب اینا رو میشه بگی که چیه؟ چه ظاهری مد نظرته چه آره دیگه این تریبونه دیگه. چه ظاهری مد نظرته چه لفظی که خودم دنبالشم یعنی اینجوری نیست که ایشون بیاد خودش بیاد منو پیدا کنه. اشکال نداره. نه خودم پیدا میکنم. شما بگو چیا دوست داری؟ نگران نباشید. خب من از دختر خانمایی که مهرداد رو دوست دارن مایلن تو کلیپاش بازی کنن همکاری کنن باهاش میخوام که حالا با طریق راههای ارتباطی که بهتون میدیم کانکت شید باهاش و بیاید کمکش کنید بنده خدا تنهاست. خب حالا واقعا یعنی شما خودتون بازی میکنین؟ من همین قدم که اینجا نشستم از سرم زیاده. واقعا یعنی تا حالا ایده ای نبوده که به دختر نیاز داشته باشی؟ چرا من خیلی از ایده ها به دختر نیاز داشتم ولی نقششو با البته خب میلاد جای میلادم خالیه داداش مهرداد که ما گفته بودیم امروز به پیشمون ولی مثل که نتونسته یا چی شده. خب یعنی مهرداد میلاد جاش بازی میکنه. آره فکر میکنم میلاد خیلی خوب بازی میکنه. خب آره یعنی خیلی افرام جای دختر بازی میکنه که اگه به لازم همون طبیعی تر باشه خب خیلی بهتره ولی میگم که اون فرد مورد نظر رو پیدا کنم میلاد کات می‌کنی فرد مورد نظر اگر خودت فکر می‌کنی فرد مورد نظر هستی بیا پیش مهرداد و خودت معرفی کن. آدرس پستی بنداز. خودت بنداز. نزدیک آدرس پستی. خب پس کسی بیاد مایلی که باش. بله چرا که نه. امیر خیلی ازت توی پیج خصوصی ازت میپرسن که یعنی به ما گفتن که ازت بپرسیم چرا انگلیسی صحبت میکنی توی واینات؟ چرا دلیل خاصی داری؟ چیز خاصی میخوای نشون بدی؟ نه اصلا اینجوری نیست. من از یعنی دوم دبیرستان همینجوری انگلیسی صحبت میکردم ولی اینکه بخوام قیافه بگیرم این اصلا من اینجوری نیستم. خود روما میدونه دیگه امروز شناخی من انگلیسیت خوبه دیگه. خب زبانم خوبه ولی خب اصلا اینجوری نیست که شواف کنم. یعنی مثلا خودم نشون بدم اینا. یه چیزیه که naturally میاد واسه من. It comes naturally to me. به من مهرداد به من امیر گفتش که رپ بلده بخونه. رپ هم بلدم بخونم آره. فقط فوش توش زیاده. ما سانسور میکنیم اشکال نداره. همش فوشه. یه فوشه که انگلیسیه. که اصلا انگلیسیه. آها رپ بهتر. خب چیکار کنم؟ بخونه دیگه حالا دیگه کارش میکنیم. چرا من؟ بخونیش از روی اتلمت تو بخش. بخونم. آره. بخونمش. بخون. بیت اگه میخوای من نمیتونم بزنم. مهرداد بیت من بلد نیستم. امیر تو بیاد تو صحنه بیت بیا تو صحنه بیت. بیا امیر بیا یه کلاب بده امیر بیا. یه جای رام بشم. بیا من نمیشه. آره امیر بیا. بیا اینجا بغل من. بیا اینجا بشم. اگه رو پای افرو اوکی بشی بیا اینجا بشیم. بیا. پشت رام. من جاش پشت رام. آره بیا اینجا. سلام. بیا نزدیک میکروفون من. میخوام پرلا امیر باشه. با نزدیک میکروفون امیر. بچه‌ها امیر دی ان هم که احتمالاً میشناسید از همکارا و دوستای امیر. حالا خودت امیر هستم. خودت معرفی کن امیر. امیر هستم، امیر حسین. فامیلم دانشه. بعد اینکه دیگه چی باید بگم؟ چند سالته؟ بچه کجایی؟ 22 سالمه، بچه اهوازم. 9 ساله که با امیر دوستیم. اینو از شما دوتا هم بپرسم شما کجا با هم آشنا شدید؟ من مهرداد اومد گفت افرو داداش خیلی عالی تو رو خدا مهرداد من یه بار رفتم ویدیوهاشو دیدم بعد گفتم ایول گفتم نه این خدایی داره ویدیو میسازه خب و اصلا بدون اینکه بهش بگم رفتم پیجشو گذاشتم داخل چیزم داخل پیجم گفتم بچه‌ها بریم فالوش کنید. آره دیگه بعد اینجوری شد که دیگه کلا رفیق شدیم و کلا رفیقیم با هم. یعنی من و مهرداد رابطمون فقط به این ویدیو اینا ختم نمیشه کلا رفیقیم با هم دیگه. یعنی مهرداد خونه ما اومده اینجوری ردیف قبل از اینکه با هم همکاری مشترک داشته باشیم رفیق خوبی هستیم.
بله. آها یعنی از شما حالا از رفیقای طریق خوبی واین هم دیگه رو شناختید از یا طریق واین بود ولی هر خب چیزی به اون هست دیگه ولی واقعا رفیق شدیم، یعنی اینجوری نیست که مثلا خب در حد کلیپ خداحافظ، نه شوخی هم می‌کنیم. صحبت دو از اصلا چیز واین هم با هم دیگه من هم بگم که دیگه مثلا ما می‌بینیم. گاهی زیر پستایی که توی اینستا یا جای دیگه قرار میدیم با هم شوخی‌هایی داریم ولی فقط صرفا شوخیه، یعنی هم دیگه دوست داریم و آره قطعاً. به هم دیگه ابراز علاقه می‌کنیم. ابراز علاقه می‌کنیم. اوکی امیر یه بیت بزن. آقا میشه این کارو نکنی؟ حالا بخون. بخیال چرا؟ آره نه نه بیا با میکروفون من. نه آقا میشه خجالت میکشم بابا زشت خجالت بکش چرا دوربین جلوی یه نفر نخون جلوی با این دوربین ای بابا خجالت میکشم. عزیزم بریم. بخون. همین هیچی نمیخواد بگی. نه. بریم. اوکی من از یه تیکر از توپاک میخونم. خوبه توپاک دیگه همه میشناسه. اوکی. Revenge is like a Swedish joining to get picture paragraphs unloaded, vast wars being coded, peep the Swede in the rap game and being sorted. Bow down, pray to God, hoping that is listen. See niggas coming for me for my diamonds when they glisten. Peace. مرداد تو نمیخونی؟ در دستگاه شهرزاد چیز مرداد میخونه. نه مرداد میخونه. من در خفا میخونم. در خدمت شما هستم. بخون اگه دوست داری. من الان فعلا چیزی حضور ذهن ندارم که بخوام بخونم. اگه شما لش میخونید بده. نه مرداد میخونه. اگه شما چیزی بلدید مرداد چهچه‌ای میخونه. قربون شما. شربت؟ آقا چی بهش بگم؟ آجی برو خوش برو الان داستان. یه لحظه برو بگو بیا. یه سوال دیگه امیر من ازت میپرسم چون اونم باز مردم ازت پرسیدن اینه که چرا انقدر پیجای متعددی داری؟ نمیدونم یکی برای عکاسیه، یکی برای وایناته، یکی شخصیته که خب توی بچه‌هایی که اینستاگرام کلیپ میسازن هیچی از زندگی اصلا اینستاگرام درست شده که تو از زندگی شخصی خودت بگی. دوربین من کدومه؟ اونه. شوخی می‌کنم بابا. خب اینستاگرام کلا درست شده از زندگی شخصی خودت بگی. بعدش من پیج شخصیمو گذاشتم چون خودم خیلی دوست دارم این شبکه اجتماعی فازشو خیلی دوست دارم. یعنی دوست دارم از زندگی مردم بدونن واقعا. بعد واسه خیلی هم جالبه واقعا. الان 120 چه میدونم اندی کی آره نه خب دوست دارم دیگه خدایی دوست دارم اگر نه فالو نمی‌کردم میدونی به دلیل این عکاسی هم خب دیگه چون عکس زیاد میذاشتم دوست نداشتم تو پیج شخصی باشه مردم دوست ندارن پیج شخصیت 17 که فکر کنم فالوور داره پیج شخصی آره 120 تا خورده ای پیج اصلی خب این معنی شخصی رو بردی زیر سوال کن خب نه دیگه شخصی یعنی زندگی شخصی خود حالا اون شخصی شما منظور پرایوته خب آره همچین چیزی هم داری پرایوت نه اصلا من همه چیم تو بیرونه همینم که میبینید پس یعنی پیج شخصی صرفا اینه که وایناتو نمیبینن آره بیاین زندگی منو ببینید اگه دوست داشتید فالو کنید آره حالا زیرنویس می‌کنی یه مسابقه داریم می‌خوایم بچه‌ها شرکت کنن ما یه سری سوال آماده کردیم ازشون می‌پرسیم و باید کسی که اولین نفر بود جواب به ذهنش رسید اردکشو فشار بده و با اجازه مجری جوابو بگه اینم بگم که ما مثلا ممکنه بگیم آقا دو تا چیزو نام ببر سه تا چیزو نام ببر بعد همه‌شو با هم آماده کنه و بعد بگه نمیشه اردکشو فشار بده و بعد تازه دونه دونه بیاد فکر کنه و بگه بچه‌ها اردکاتون رو بردارید آره یه لحظه اگر اینطوری فشار بدید صداش خوبه آره از بغلا اگه بگید اردک من نزدیک این سوال کمه 8 تا دونه سواله ولی باید خیلی سریع جواب بدید نه 7 تاست چون یکیش هست بله بفرمایید اوکی از فعالیتی بله جواب بگی از فعالیتی چی بگو نه دیگه باید سوال بگی جواب بدی من باید برم یه امتیاز بله بمیرم از فعالیتی که پسر تو جوانی زیاد میکنن دو حرفی بازی ورزش دو حرفی سرگرمی شد یه بار دیگه دو از فعالیتی که دو زیاد کی کدوم جوانی زیاد دو میکنه چرا اولین چیزی که به ذهنت میرسه دوباره از فعالیتی که پسر تو جوانی زیاد میکنن دو حرفی میدونم چیه نمیخوام بگم آخه فکر کن بگو مود فعالیت نیست چرا دیگه یه مایندست فشن بازیه دیگه فکر کن آقا نمیشه گفت دیگه فکر کنم من همونجا من نمیتونم بگم من نمیخوام فکر جایی بره فکر کن نه فکر من همونجاست ولی نمیتونم بگم کجاست خب بگو اگه جواب درسته بگو من نمیتونم اینو بزنم من نمیتونم بگم ره که
شاعرانه راه میشه. اونو جوونا نمیکنه، خیلی چیز خاصیه نسبت، فقط میگم پس دوره نوجوانی فعالیتایی که پسرای جوون زیاد میکنن تو دوره جوانی و نوجوانی بیشتر دو حرفی. گل. چت. واقعا براتون هست. ما بچه‌های خوبی هستن. دو تا چیزو نام ببرید که گردن و جفتن، جفت چیز گردن. خب دو تا اینا رو میشه گفت؟ آقا نیه سوال دارم ازت. نه میشه جواب بدم. میگم خب اردک دستته و میتونی بوق بزنی. تیله هم جفت تیل. آقا من گفتم باید جواباتو آماده کنی. دو تا جفت. یعنی دو تا چیز که دارم میگم دیگه. دو تا گردو. فکر نکن دیگه. دوباره. بدوید. یه بار دیگه میشه بپرسی؟ دو جفت چیز که گردن و جفتی ان. گردو و تیله. گردو کجاش جفته همین؟ گردو تکی هم میفروش، گردو کجا جفته؟ خب من میگم یه دونه تیله بود، یه دونه چشم میگم. آفرین. سه تا عضو بدن که با که شروع میشن، سریع. کبد، کلیه، کرمک. اون عضو بدن نیست، اون بالاخره جزئی از بدنه دیگه. عضو بدن. یه بار بدو. دو تاشو که امیر گفت. کتفم بهش اضافه میکنم دیگه. آفرین. من خیلی دوست دارم امیر جواب سوال. دو تا چیزو نام ببرید، هر چقدر بزرگتر باشه بهتر میشه. چشم و دست. چشم بزرگتر باشه بهتره؟ خب 100%. دست بزرگتر باشه بهتره؟ آره. باشه میپذیره هست. اون چیه که تو مجردا پره، تو متعلق خالیه. پول خالیه؟ بله دیگه مجردا البته بستگی داره. دارم یه بار دیگه بپرس. اون چیه که تو مجردا پره، تو متعلق خالیه. خوشبختی. خب سوال بعدی. یه چیزی که سگیش معروفه. عرق. یکی دیگه. پوشاکی که از همه کمتر پارچه مصرف میکنه. شورت. ای اردک تو وفش. یه بار دیگه. اشکال نداره گفتی دیگه. اصلا معذرت میخوام. پوشاکی که از همه کمتر پارچه مصرف میکنه. شورت. خب تو چیز دیگه نمیگی. چرا؟ و آخه اونم نیست. پاپیون، کروات، این همه پارچه کمتر از شورت مصرف میکنه. ولی الان ذهنت طرز فکرتو دوست داشتم. طرز فکر خیلی خوبیه. اون چیه که معمولا بار دومش بیشتر طول میکشه. خب من فکر نمی‌کنم الان. بابا چیزه بذار بهتون راهنمایی کنم. وارد دنیای مجازی شید، منحرفا. اون چیزی که دوبارش بیشتر حال میده. نه بابا دوباره. آقا من بزنم اون که غذا خوردن جانم. آشنایی فکر میکنم بار اول که یه مقدار مختصر کوتاه باشه، بار دوم ادا در نیاد. میشه قبول کرد که نه اگر چیزه دو نفر که هم دیگه رو نمیشناسن و بعدا با آشنایی بار دوم یعنی بیشتر طول میکشه. اولش ممکنه طول هم نکشه، شاید بستگی داره. تمام شد سوالام دیگه. خیلی سخت سوال. و سوال ساده بود. نه بابا. من اصلا برنامه‌ریزی کرده بودم سر اینا. یه مسابقه دیگه هم باشون داریم که یه ذره فعالیت میدانی داره و الان میخوایم بریم یه جای دیگه و مسابقه واین ساختن داریم. با ما باشید. خب اینجا میخوایم یه مسابقه برگزار کنیم بین امیر و مهرداد. بچه‌ها از بچه‌های ما تیم میکشن، بعد میرن یه جای اینجاها یه واین درست میکنن. حالا مثلا هر کی برای خودش واین میسازه، تدوین میکنه. آخر برنامه واینشون رو میتونید ببینید، رای بدید ببینید کدوم بهتر واین ساختن دیگه. امیر که تو تیم مهرداده، امیر تو تیم امیره، مهرداد هم تیمش هستن. بریم یارکشی شده. داداشم عزیزی الو جت خصوصی بابامه. سلام عشقم، اومدی؟ داداشم کور باشه
تو هرگز به تو میمیرم عشقم. نظرم عوض شد. اینجا چیز گپ بود، با بچه ها گپ و گفت کردیم و یه ذره ازشون سوال پرسیدیم و جواب دادن و چیز شبکه اجتماعی که مخصوص محتوای فانه. ما هم از طرف شبکه اجتماعی چیز اومدیم با کسایی که طنازن و خودشون کارهای کمدی میکنن و تولید کننده این محتوان یه گپ و گفتی گذاشتیم که خیلی از شما شاید خارج از قاب دوربین خودشون تا حالا ندیده بودینشون و دوست داشتید که ببینیدشون. امیدوارم که تا الان لذت برده باشید. من دیگه چیز خاصی اگه میخواید بگید احساس میکنید من نگفتم بگید. صحبت بکنم، من یه چیزی بگم. قطعاً رو به این دو اصلا مقایسه نکنید بچه‌ها رو با هم دیگه. یعنی مثلا تو طرفدار مردادی، اوکی، حق انسانیته که طرفدار یکی باشی، ولی خب بعد خوش باشی اون بد بودن خودتون نشون میده. اصلا وظیفه اصلا نمیشه، زشته مثلا بگی آقا تو کی بابا اون بهتره، این کارا نکنید. بعد خصومت پیش میاد بین خودمون. یعنی الان من چند وقت پیش با بچهای تهران ویدیو ساختیم، رفتم پیششون، بعد که برایشم گفت دمت گرم داداش خیلی بچه باحالی هستی. گفتم چه فکری کرده بودی راجع به من مگه؟ میدونی اصلا مقایسه نکنید، طرفداری بکنید ولی بدخواهی نکنید، زشته. مهرداد صحبتی تشکر میکنم از برنامه خوبتون که افتخار دادید ما رو دعوت کردید، از دوستان خوبم که دارن این برنامه رو نگاه میکنن و وقتشون رو گذاشتن. امیدوارم که دلاتون شاد باشه، لباتون خندون، در کنار عزیزانتون همیشه شاد و خوش و خرم باشید در پناه حق.